پیامبر علیه السلام می فرماید دوست و همنشین صالح مانند عطاری است، یا که از عطرش به تو می دهد یا این که از خوشبوی عطرش مستفید می شوی. دوست و همنشین بد مانند کوره آهنگری است، یا که لباسهایت را می سوزاند یا این که از بوی بدش در مشامت می رسد سبب اذیت و آزارت می شود. و همچنان امام غزالی رحمه الله می فرماید زمانی که شما یک دوست و همنشین پیدا کردین که دیدنش، صورتش، سیرتش تو را به یاد الله میندازد و تو را به الله نزدیک می کند، شما آن دوست را رها نکنید و آن را غنیمت بشمارید. و بزرگترین سرمایه بر یک انسان عاقل چنین دوستی است که تو را به یاد الله نزدیک می کند و تو را به یاد الله می آورد. چنین دوست را غنیمت بشماریم و برای دوست خود انتخاب دقیق داشته باشیم.